شد. برای انجام این کارم فقط کافیه روی گزینه کلیم آنچین که الان براتون مارک میکنم کلیک کنید. بعد از زدن روی این گزینه برای شما یک ربات کمکی برای برداشت توکن داکس فعال میشه. به صورت اتوماتیک باید وقتی این گزینه بزنید ربات برای شما فعال بشه. اگه این اتفاق صورت نگرفت بعد به صورت دستی و با سرچ این ربات رو فعال کنید که داخل دیسکریپشن آدرس و لینک ربات رو میذارم. همونطور که خدمتتون عرض کردم به صورت اتوماتیک باز میشه، این پنجره نمایش داده میشه. روی گزینه استارت یا همون شروع کلیک کنید. بعد از ورود به ربات باید این ربات رو به کیف پول تون کیپر رو متصل کنیم. برای همین روی گزینه اول بزنید تا براتون این پنجره باز بشه و کیف پول تون کیپر رو انتخاب کنید و بعد از اتصال کیف پول به این ربات مجدد وارد ربات توکن تیبل میشیم. بعد از اتصال کیف پولتون به این ربات تلگرامی این صفحه نمایش داده میشه. کمی اون رو به سمت بالا بکشید تا گزینه کلیم برای شما قابل دسترس باشه. توی این قسمت فقط کافیه روی گزینه کلیم ناو یا دریافت کنید کلیک کنید تا مجدد وارد کیف پول تون کیپرتون بشین و عملیات پرداخت کارمزد رو انجام بدید. بعد از چند لحظه برای شما صفحه تایید تراکنش نمایش داده میشه. توی این قسمت مقدار رمزارز تون کوینی که مورد نیاز هست را هم مشخص کرده، حدود $2.36 هست. فقط کافی این قسمت اسلاید رو به سمت راست بکشید تا عملیات و تراکنش پرداخت کارمزد برای شما انجام بشه. دوستان وقتی که گزینه دان برای شما نمایش داده شد، یعنی عملیات تراکنش و پرداخت کارمزد به خوبی و به طور کامل انجام شده، مجدد وارد ربات توکن تیبل میشید. این قسمت دوستان کمی طول میکشه. اگه بعد از چند لحظه وارد کیف پولتون بشین میبینید که اون مقدار کارمزد از حساب شما کسر میشه و بعد از اون مجدد وارد ربات بشید تا پروسه عملیات اون به اتمام برسه. همونطور که میبینید تو این قسمت عملیات به طور کامل انجام شده. دو تا گزینه اول برامون نمایش داده میشه. تو قسمت اول سمت چپ که الان براتون مارک می‌کنم شما میتونید تراکنشتون رو ببینید و در قسمت سمت راست میتونید به صفحه قبلی برگردید. روی گزینه برگشت کلیک کنید، وارد صفحه اصلی ربات توکن تیبل میشید، همون صفحه اول. تو این قسمت میبینید تعداد توکن هایی که کلیم کردیم و دریافت کردیم رو هم مشخص کرده. همچنین تو قسمت تاریخچه عملیات تراکنش انتقال ما هم قابل دسترسه.